بریم بزرگترین بازار تهران رو با هم دیگه ببینیم. سلام، خوش اومدید به کانال دیلی میلی. اینجا بازار بزرگ و بازار 15 خرداد تهرانه. هر کاری کردم نتونستم صدا خوب رکورد کنم چون خیلی شلوغه بازار، به خاطر همین دارم از میکروفونم و تو خونه صدا رو ضبط میکنم. اینجا هم یه بابای خیلی کلن بازار بزرگ تهران جوریه که هم دستفروشا بیرون میان برای خرید و فروش و همین که دو تا پاساژ خیلی بزرگ داره که البته یکیشون بافت قدیمی تر داره که اسمش بازار رضا و اون یکیش که خیلی میشه گفتش که بزرگتر و بروزتره بازار دلگوشه، همین لوکیشنی که الان من جلو درش وایسادم. بازار دلگوشه جوریه که خب فیلم برداری داخلش ممنوعه، ولی من خب دارم رکورد میکنم فیلمو داخلش به صورت کاملا سکرت. ولی خب تشکیل شده از بازار طلا فروشا، بازار لباس، حالا بازار لباس مردونه زنونه، ولی بیشتر بوتیکا مخصوص به کیف و کفش و لباس و مانتوهای زنونه است. ولی انقدر رنگ و لعاب بازار زیاده و بالاست که آدم وقتی میره داخلش، یعنی واقعا اگه بیشتر از 1-2 ساعت وقت بذاری داخلش اصلا دلت سیر نمیشه، یعنی همش میخوای بگردی. بیرون از بازارم کلا تشکیل شده از کسایی که حالا ادویه‌جات میفروشن یا کسایی که حالا میشه گفتش که آب میوه یا بیشتر ساندویچایی که توی این مغازه‌های کوچیکه. یه رستوران خیلی مشهور هم داره، اسمش رستوران مسلمه. حالا یه روزم رفتیم اونجا از رستوران مسلم براتون ولاگ میگیرم. ولی کلا بافت بازار 15 خرداد جوریه که دو تا پاساژ خیلی بزرگ و بیشتر مغازه‌هایی هم که بیرونن کوچیکن و یه جوریان که کاسبای اون محل محسوب میشن دیگه. مغازه‌های کوچیک ولی خدا رو شکر بزنم به تخته فروششون بالاست، مخصوصا آب میوه فروشا و کسایی که فلافل یا حالا میشه گفتش که غذایی میفروشن که به صورت ساندویچیه. یه پارک هم انتهای پاساژ داره که وقتی بازار طلا فروشا رو رد می‌کنی یه پارکی هم داره که میشه گفتش که از چند تا درخت خیلی بزرگ هم تشکیل شده. کلا اطراف بازار 15 خرداد جوریه که شلوغه و خیلی هم سرسبزه. مرسی که تا انتهای ویدیو همراه بودی. حتما لایک و سابسکرایب کانال فراموش نشه. ولاگ‌های خیلی خفن‌تر و طولانی‌تری در آینده براتون میذاریم.